سلام دوستان نیروانایی. در جلسه قبل گفتیم که اکثر آدم‌ها بدون اینکه متوجه بشن هر روز با همون هورمون‌ها بیدار میشن و بدنشون عمیقاً به حالت بقا، یعنی همون ترس، نگرانی، عجله و اضطراب عادت کرده. حالا سوال اینه چطور از این حالت بیرون بیاییم؟ چطور بدنمون رو دوباره تنظیم کنیم تا به جای زنده موندن وارد زندگی کردن بشه؟ جوابش ساده است، ولی نیاز به آگاهی و تمرین داره. اول آگاه شو از افکاری که هر روز باهاشون بیدار میشی. آیا اینها همون فکرای دیروزه یا آینده‌ای هستن که میخوای خلق کنی؟ توجهت رو پس بگیر از گذشته، از آدم‌هایی که اذیتت کردن، از خاطرات و ترس‌ها. انرژیت رو جمع کن و بیارش به لحظه حال. شروع کن به ساختن یک تصویر واضح از آینده‌ای که میخوای. آینده‌ای که در آن آرام، شاد، سالم و قدرتمندی و هر بار که بهش فکر میکنی بدنت همون حس رو تجربه میکنه. یاد بگیر که بدنت رو آروم کنی با تنفس، با موسیقی، با لحظاتی در سکوت. چون وقتی بدن آروم میشه تازه میتونه یاد بگیره که بدون استرس هم میتونه زنده بمونه. و در نهایت تمرین و تکرار، چون فقط با تکرار ذهن و بدن دوباره برنامه نویسی میشه. فقط با تکرار گذشته رها میشه و آینده واقعی میشه. و این تغییر وقتی اتفاق میفته که تو توجهت، انرژیت و احساساتت رو به سمت آینده‌ای هدایت کنی که میخوای خلقش کنی، نه چیزی که ازش فرار میکنی. هر روز سعی کن این چند کار ساده رو انجام بدی. صبح بعد از بیدار شدن چند نفس عمیق بکش و به چیزی فکر کن که بابتش سپاسگزاری. یک تصویر ذهنی واضح از آینده‌ای که میخوای داشته باشی تو ذهنت مجسم کن. هر وقت متوجه شدی استرس گرفتی فقط متوقف شو و 3 بار نفس عمیق بکش. خودت رو بابت هر قدم کوچکی که برمیداری تحسین کن. شب قبل از خواب از خودت بپرس آیا امروز بیشتر در حالت بقا بودم یا آفرینش؟ این موارد کمک میکنه که توجه و احساسات و انرژیت به تدریج از حالت خودکار، شرطی و استرس خارج بشه و کم کم وارد مسیر خودآگاهی و خلق آینده بشی. خب دوستان، در نهایت الان متوجه شدید که توجه و انرژیتون رو کنترل کنید. نوبت شماست که شروع کنید به آگاه شدن. به یاد داشته باشید شما قدرت تغییر خودتون رو دارید. شما مسئول خلق آینده خودتون هستید. پس امروز همین حالا یه قدم کوچک بردار. چند دقیقه به احساساتت توجه کن، افکار قدیمی رو رها کن و تصویر روشنی از آینده‌ای که میخوای رو بساز.